هر شخصیتی که زنش از مادرش بالاتر میدانه برای او لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنت تمام مردم باد. هر شخصیتی که یعنی که زنش نسبت به مادرش بهتر بالاتر. و این خاطر ما و شما جوانهای محترم به قدر مادر قدر برسیم. رب العالمین میفرمایند ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر. میگه شکرانه من و شکرانه پدر و مادر به جا بیاره. این را فراموش نکنه که آخر نزد من میایه. حتما این نوجوان مردی که مادر آزار داده است، مادر خفه کرده است، مادر سخنهای یعنی دل خراش سخت گفته است، حتما این را نزد خداوند جواب میده. و این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار به قدر این بزرگوارها برسیم. قسمت اینها را کنیم، دعاشون را بگیریم. اونهایش که از حیات گذشته هستند اونها را دعا کنیم که خداوند آخرت هاشون، قبرهاشون آباد بگردونه، قبرهاشون پر نور